سنگ‌های روی قبر. بچه عزیز، ما این قبر رو باز کردیم، به سنگ قبر رسیدیم و انشالله ادامه حفاری رو میدیم. هر چیزی داخل این قبر بود انشالله براتون فیلم میگیرم. عزیزم، سنگ قبر این گوشه رو کنار زدیم، هنوز این سنگ قبر مونده برش داریم، ولی ببینید از داخل، بذارید بهتون نشون بدم. ببینید اینم داخل قبر، ببینید این اولین استخونش میشه. بذار بیارمش بیرون. ببینید دوستان عزیز، این میشه کجاش؟ اینم استخونش. حالا سنگ های دیگه هم برمیداریم ببینیم فلزی داخلش هست. اینم فکش، اینم دندونش. بذار این سنگ قبر. خب دوستان عزیزم، اینم سنگ قبر دوم کار. اینم داخل قبر. هیچ گونه لایه بندی خاصی نداشت، هیچ نمادی نداشت و هیچ گونه لایه بندی. ببینید این قسمت که بهتون گفتم این دستش بود. خب اینم یه دونه دستبند مفرقیه که توی دستش، نگاه کنید. این خاصی هم نداشت. دوستان عزیز، این سنگم بلند کردم و زیرش هم این شکلی. ما مثل بعضیا نیستیم که بیایم با چاقو جایی رو حفاری کنیم و بگیم قبر، نه سنگ قبری وجود داشته باشه، نه استخونی، نه جمجمه‌ای، نه چیزی. مگه میشه؟ از این داستانا توی فضای مجازی خیلی زیاده دوستان عزیز. هر چیزی رو دیدید توی فضای مجازی فوری اعتماد نکنید و باور نکنید. بذار ببینم اینجاها چه. بیا دوستان عزیز نگاه کنید، جاش همونجا مونده روی خاک هنوز. یه دونه آینه باستانی هستش، در اصطلاح به اینا میگیم آینه. قبر همونطور که خدمت عرض کردم قبر متعلق به یک بانو هست. حالا چه چیز دیگه داخلش هست باز مجددا براتون فیلم میگیرم. اینجا هم که قسمت پاها هست دوستان عزیزم، ببینید اینم قسمت پا.